امروز اومدیم با هم یه دونه اگیلوپو آنباکس کنیم با طرح اسباب بازی کارتون اسباب بازی ها که مارک اسلمه از لوپلو و اینم 2 شخصیت کارتونشه. قیمت این لوپلوپ هم یعنی اگیلوپمون 90,000 تومنه. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما من لایک کنید، کامنت بذارید که من برای ویدیو دیگه انرژی بگیرم و حتما من رو دنبال کنید و زنگوله بغلم فعال کنید. بریم که بازش کنیم. 3 2 1 بچه زورش رو ندارم واقعا. چی میتونه باشه؟ قبل اینکه بریم اینجوری له و لوردش کردن اینجوری شد تا خود بگید که چی توشه. همین الان تو کامنت ها بنویسید تا که بازش نکردیم. خب دیگه میتونید. بچه چرا باز نمیشه؟ بچه کاترم آوردیم. بچه الان کاتر میشکنه. بچه داره باز میشه. یه دونه این مرغا داریم. وای بچه فیجت من نمیدارم اینجا. وای فیجته؟ چیه؟ فیجت مگه فیجت نیست. یو بلبز این چرا چشاش اینجوریه؟ چرا الان میتونه که چرا اینجوریه من نمیفهمم بچه ها. الان میتونه که خراب میشه کلن. حالا اینو فعلا بذاریم کنار. و بچه ها ای مگه کرده یه دونه برچسب همین الان به فنا رفت، خدا رحمتش کنه. یه برچسب کرومی نیست ولی خب کیوته دیگه، خیلی قشنگه، فانتزیه. زوم نمیشه نمیدونم. و چیز بعدی 3 شکلات قلبی تمام شد. 3 شکلات قلبی. این نشون میده که باید تا الان قلب سفید و قرمزش کرده باشی. و 2 هم صورتی. 3 شکلات. بچه واقعا من راضی بودم و نمرم از 10 بهش 100% 10 میدم. جایزه زیاد توش بود. 3 شکلات واقعا اینم نمیدونم چیه. من فشارش میدم دیگه ترکید شما خودتون. وای بچه اسمش داره در میاد. چیه؟ واقعا چیه؟ بچه در اومد از جاش. چی میخواد به ما نشون بده این؟ من نمیفهمم. چه خونا شامی شد در اومد از جا. من انتظار فیجت رو داشتم. وای بچه اینه که چشش بسری. اینه که چششم بر را بیفته.
که این ویدیو خوشت اومده باشه. جایزه همون این دونه مرغی 2 تا چیز خنده‌دار بود توش. سرش کنده شد. از همینجا صداش در میاد. ما بریم اینو بس کنیم بیایم. خب بچه اینو ساختیم. بچه ها تا حالا چنین چیزی ندیده بودم راستیتش. خب من میرم نگاه میکنم مال آموس لوپلوپای دیگران رو، ولی خب نمیدونم این کاربرد چشش هم یه چیز دیگه باید باشه چون باز میشه. و بچه این دیگه امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. این از جایزه همون بود. این بود 3 تا هم شکلات داشتیم. آره دیگه. و بچه امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. به پایان ویدیو رسیدیم. اگه تا الان لایک نکردی لایک کن، کامنت نداشتی کامنت بذار و اون زنگوله بغلم فعال کن. این ویدیو پر از سودی بود واقعا. جایزه خیلی خوبی هم برامون در اومد. حتما پیشنهاد میکنم که این لوپلوپا بخرید. قیمتش هم 90,000 تومان بود، چیزی نبود، خیلی هم خوب بود به نظرم. ولی خب من باز چیزی که میخواستم نبود. من پاپت میخواستم که توش نباشد، باز عالی بود. خوب که نه عالی بود و من راضی بودم. خدا حافظ تا ویدیو بعدی.